السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم خوب هستید. ترامپ پرزیدنت 45 و 47 امریکا بعد کشتن طفلان در دولت اسلامی ایران تو کیستی استونیار تو پدافیل رقم یک در جهان هستی. ترامپ تو پدافیل عصر 21 هستی. ترامپ آیا تو خود را انسان میشماری؟ تو رنگ خودت منیاکورا پالیتیک میدیسی. من پرزیدنتی سوریه را در نظر دارم. تو ترامپ نقض میبینی چه نابالغان جور میدن. تو راحت میکنی برای که تو پدافیل هستی. ترامپ پرزیدنتی امریکا در دهنی حرامت ترامپ نام دولتی اسلامی ایران نگی. хорошо؟ از تمام کارمندان حفظ حقوق دولتی اسلامی ایران از اینای بالا احترامونه خواهش میکنم. اول باید بعضایی که هست در بعضای امریکا را من در نظر دارم. ایمینا در عراق، سوریه، یوردانیا اول باید این بعضا را نابود کردن نکن است. بعد زیدی دشمنی ملت دولتی اسلامی ایران برای چه خوب بردن نکن است. چه راکتایی که روی کرده زیدی دشمن زید اسرائیل اگر 20 راکت روی کنید 18 تاش در تریتوری عراق، سوریه، یوردانیا نابود شد. محترم کارمندان حفظ حقوق دولتی اسلامی ایران، امروز بانون پرزیدنتی سوریه میگه من دستگیری میکنم اسرائیل قطع امریکا. این احمق یک سال پیش داد میزد که امریکا دشمنی ملت سوریه است. داد میزد که میگفت که گنوسید در غزه. امروز پرزیدنت سوریه 2% تریتوری سوریه در دست دشمنی ملت سوریه اسرائیل و اجازت داد بازای امریکا. انا میفهمم این پرستیتوت کار نابود کردن در کار است. این خیلی پرستیتوت کار. این پرستیتوتکای بیلی دوم است. ما رنگ ایو داریم بانو مخالف توجیک مدین کبیری محمد اقبال صدردین هست سه چهار شکل دیگر که امروز زیدی ملت عزیزی من جمهوری تاجیکستان سگواری جاکی دیسن به فقط دلیل احترامونه خواهش دارم. زیدی دشمن باید برای چه خوب بودن نکن است. باید بعضای امریکا در عراق و سوریه و یوردانیا 100% باید نابود کردن شد و ما انتظار راکت‌های 2023-24 هستیم. چه راکت‌هایی که امروز شما روی کردین زیدی دشمنای ملت دولتی اسلامی ایران راکت‌های سال 2013-2014 است. ایران فقط با پیش چیکار کنید؟ دشمن رو در دوران